سلام همگی، خوش اومدید به چنل AMX Tech. توی این ویدیو میخوام یه نرم افزار برای شخصی سازی ویندوز بهتون معرفی کنم. واقعا نرم افزار عالی و خفنی هستش، خیلی محبوبیت داره. کلی والپیپر ثابت و متحرک میتونید ازش استفاده کنید با استفاده از نرم افزار والپیپر انجین، که یه سری از والپیپرها به صورت پیش‌فرض تو خود والپیپر انجین هست. وقتی بازش میکنید و شما میتونید باز هم والپیپرهای زنده دیگه ای ازش دانلود کنید. نرم افزار پولی هستش ولی خب کرک شدهش رو میتونید دانلود کنید. من لینک دانلودش هم تو دیسکریپشن ویدیو قرار دادم. وارد نرم افزار که بشین، من از قبل نصب و دانلود کردمش. این آیکون نرم افزار هستش، واردش که بشیم. بله، من از قبل این والپیپر زندگی که مشاهده میکنید رو زدم. بله، واقعا شاهکاره به تمام معناست. یه قابلیت جالبی که داره، شما هر والپیپری رو میتونید تغییر رنگ بهش بدید. دو رنگ این گوشه تصویر مشاهده میکنید، یکی رنگ اصلی هست و دومی هم رنگ نمیدونم فرعی میشه گفت، چی میشه گفت. اوکی. میبینید مثلا این والپیپر رنگ زرد و آبی توش کار شده. ما میتونیم مثلا این زرد رو به رنگ بنفش مثلا تغییر بدیم، یا اون رنگ آبی رو به رنگ سفید. هر کاری، هر رنگی که بخواین میتونین توش ثبت کنید. خیلی جالبه، خیلی. اینم که ریست میتونیم برگردونیم رو حالت اصلی خودش. میتونیم سرعتش هم اینجا کم و زیاد کنیم، سرعت انیمیشن رو. برای مثال یه والپیپر دیگه هم تغییر رنگش رو بهتون نشون بدم. مثلا این رنگ پیش زمینش رو قرمز زدم و رنگ رو مثلا ما آبی فیروزه‌ای میکنیم. واقعا عالیه. یه سری والپیپر دیگه هم هست که بر اساس اون آهنگی که گوش میدید، اون صدایی که از کامپیوتر پخش میکنید، واکنش نشون میدن. این خیلی برای من جالب بود. برای مثال دیمن کور، من رنگش رو تغییر داده بودم. بله، الان بهتون یه آهنگ پخش میکنم، این واکنش تصویر رو شما ببینید. Feeling sky's the limit. Feeling sky's the limit. Then party, I am in it, in it, in it, in it, in it. Feeling sky's the limit. Then party. 挽回観音開き紅ひげある همونطور که قبلا بهتون گفتم، هر والپیپری رو میتونید تغییر رنگ بدید، حتی این دوتایی که بهتون معرفی کردم. کلا امکانات سه‌بعدی، انیمیشن سه‌بعدی قوی داره. حتی این والپیپر رو ببینید، مثلا با یونیتی هم، حتی یونیتی اینو ساخته. مثلا این گوسفنده رو میشه تغییر جا بدی. تغییر جا بدی، چی گفتم؟ میشه تکونش بدی. روشم بزنی صداش در میاد. Oh my god! Wow! میشه یه عالمه دیگه هم ازش ساخت. میشه حتی خیلی خوب. خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو همراه بودید. حتما چنل رو ساب کنید، برای دوستاتون هم بفرستید، لایک و کامنت فراموش نشه. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.